سلام، من پردیس هستم و این دوره کامل آیلتس TSC یوزر. توی این دوره قراره چه مطالبی کاور بشه؟ توی بخش اول استراتژی ها، نکات، تکنیک ها، تایپ سوالات، اینکه هر سوال چی از ما میخواد، چه مدل برخوردی باید با هر سوال داشته باشیم، چجوری باید اون رو تمرین کنیم و شبیه سازی جلسه آزمون رو داریم. توی این بخش تمام منابع، کلمات، لغات، گرامرها، کتابها، تمپلیت‌ها و همه چیزهایی که توی این بخش نیاز دارید رو من براتون قرار دادم، پس نیاز به تهیه منابع تکمیلی ندارید. اما توی بخش دوم یک بخش خیلی مهمیه که میتونم بگم تکمیل کننده بخش استراتژی هست. تست و تحلیل. یعنی اینکه توی این بخش ما توی هر کدوم از 4 تا اسکیل رایتینگ، ریدینگ، لیسنینگ و اسپیکینگ شروع می‌کنیم به تست زدن مشابه همون تست هایی که توی جلسه آزمون قرار ببینیم، توی همون بازه زمانی، توی همون شرایط. و توی ویدیوی بعدی شروع می‌کنیم به تحلیل کردن همون که چه جوابی میتونه جواب مناسب باشه، چرا این جواب مناسبه و چجوری باید اون تست رو تحلیل کنیم و چجوری باید ازش یاد بگیریم. در کنار همه اینها پشتیبانی رایگان دارید، یک برنامه‌ریزی فردی کاملا رایگان در اختیارتون قرار میگیره. بر اساس اطلاعاتی که شما به من میدید من براتون یک برنامه تخصصی آماده میکنم که یک پیمونه است و یک معیار برای اینکه به شما بگه روی کدوم بخش چقدر زمان بذارید، چقدر انرژی بذارید و این پیمونه رو تقسیم کنید بین نقاط ضعفتون و نقاط قوتتون توی یک برنامه مشخص با رصد کردن پیشرفتتون. پس اگر تا الان از منابع مختلفی استفاده کردید اما هنوز اون نتیجه که مد نظرتونه، اون نمره‌ای که می‌خواستین رو توی آیلتس کسب نکردین، بهتون پیشنهاد می‌کنم این دوره رو تهیه کنید، چون علاوه بر این که ما نکات و استراتژی ها رو یاد می‌گیریم، من شما رو با طرز تفکر طراح سوال آشنا میکنم که این موضوع بهتون کمک میکنه بتونید دیدگاه اون آدم رو پیش بینی کنید و بر اساس اون خودتون رو آماده کنید. وقتی بدونید چه معیارهایی قراره معیارهای سنجش عملکرد شما توی هر بخش باشه، راحت‌تر میتونید خودتون رو براش آماده کنید. امیدوارم که توی این دوره ببینمتون و براتون آرزوی موفقیت میکنم.